پرویز تیوی در کانالش در تلگرام ویدیو لحظه با چوب پسر خردسالش رو بیرحمانه کوفتن یک جوانزن را نشر کرد. معلوم نیست که کودک چه گناه کرده است، ولی در ویدیو دیده می شود که جوانزن با یک بیرحمی با چوب به پشت و پایهای پسرش که ظاهرا همگی یگان 4 یا 5 سال دارد میزند و کودک از شدت درد گریه و ناله میکند و از مادرش التجا میکند که اوچه جان بس است نزن دیگر. داد و فریاد کودک از ضربهای بیست و پای همین مادرش چنان به فلک میپیچد که هر کس که این ویدیو را میبیند دلش ریش میشود. زنی که این لحظه ها رو به تلفنش به نوار میگرفت از گریه و ناله اون کودک چنان بی‌طاقت شد که داد میزند. روید ملیسا ها رو بیاورید که زده کشت کودک رو. این زن احتمالاً همسایه است. اون مادر بیرحم رو ملامت میکند که چه خیلی دلت شد که کودک رو این خیل بزنی، اون خمچه رو در تن کودک میده میده کردی. آخر اون جوانزن دلیل میورد که آخر گپ رو گوش نمیکند، ولی بسیاری کاربران مناسبت اون مادر رو نسبت به طفل خردسالش محکوم کرده از مقامات حفظ حقوق خواستند که او رو پیدا کرده نسبتش چاره‌های قانونی بیاندیشند.